درود به همگی دوستان. جلسه دیگه ای از مجموعه کارگاه تجزیه ماتریس ها رو آغاز میکنیم. در این جلسه میخوایم درباره متد Linear Discriminant Analysis صحبت بکنیم. یه متدی که همونطور که خواهیم خوند در استفاده میشه برای Dimensionality Reduction، اما اه، برخلاف بسیار از متدهایی که تا الان استفاده کردیم، یک متد سوپروایزد هست برای تجزیه ماتریس ها، به گونه ای که در واقع ما بتونیم کلاسیفیکیشن، دیکودینگ یا دیسکریمینیشن انجام بدیم. خب، همونطور که بسیاری از جلسات رو از مقایسه با PCA آغاز میکنیم، این جلسه رو هم از همین متد استفاده میکنیم. ببینید، برای که یادآوری بشه، ما گفتیم که PCA یک متدی هست که به ما کمک میکنه که جهت‌هایی رو پیدا بکنیم در اون higher dimensional data. حالا اینجا من دارم دو تا فقط دایمنشنشون میدم که واریانس من رو مکسیمایز بکنه. در واقع جهت‌های correlation دیتا رو داریم پیدا میکنیم، البته که با همه اون فرضها و محدودیت‌هایی که وجود داشت. تلاش PCA اینه و PCA این رو به روشی unsupervised انجام میده. یعنی چی unsupervised؟ یعنی تنها چیزی که لازم داره که ما بهش بدیم دیتا هستش. ما لازم نیستی که اطلاعات بیشتری به الگوریتم PCA بدیم برای که بتونه کار خودش رو انجام بده. اما گاهی اوقات پرابلم اسپیس ما چیز دیگری است. اول ما اینو معرفی بکنیم و بعد بگیم کم کم LDA که مخفف همون Linear Discriminant Analysis هست چجوری این کار رو قرار برای ما انجام بده. فرض بکنید که من یک higher dimensional data ستی دارم، اما اطلاع دارم، میدونم که مثلا در این مجموعه داده گروه های مختلفی وجود دارن. یعنی من میتونم گروه بندی بکنم. برای مثال افراد سرطانی و غیر سرطانی، من ممکنه که مثلا بیان ژن اینها رو ثبت کرده باشم و الان میخوام ببینم که بر مبنای اون بیان ژنی که ثبت کردم در اون فضای داده میتونم افراد سرطانی رو از غیر سرطانی جدا بکنم یا نه. خب، یعنی اینجا پرابلم اسپیس هم یک حالت کلاسیفیکیشن هستش که واژه‌های مختلفی داره در واقع. درسته؟ کلاسیفیکیشن، سپریشن، گروپینگ و دیسکریمینیشن، همه اینا به معنای تفکیک کردن. یعنی من بتوانم از داده استفاده بکنم برای اینکه لیبل دیتا پوینت های مختلف رو از همدیگه تفکیک بدم. مثلا بفهمم این مجموعه داده ها افراد نرمال هستند، این مجموعه داده ها افراد سرطانی هستند. خب، یا برای مثال در علوم اعصاب ممکنه که مثلا من از خودم بپرسم، ممکنه مثلا من دو تا استیمولوس به سابجکت خودم نشون داده باشم و از یکی از نواحی مثلا ویژوال کورتکس دارم ثبت میگیرم و بعد پرسشم این هستش که آیا میتونم از پاپولیشن اکتیویتی، مجموعه نورون هایی که در واقع ثبت کردم، استفاده بکنم برای اینکه هویت اون دو تا استیمولوسی که نشون دادم رو از همدیگه تفکیک بکنم. درسته؟ دقت بکنید، با اینکه من میدونم شاید که این دیتا از گروه های مختلفی ثبت شده، اما بدین معنی نیست که در فضای اون دیتا این لیبل ها از همدیگه قابل تفکیک شدن هستن. این نکته رو در نظر بگیرید. اینکه مثلا من میدونم یک مجموعه از افراد سرطانی گرفتم یا مجموعه از افراد نرمال، به این معنا نیست که در فضای دیتا، یعنی من اگه برم دیتا رو نگاه بکنم، بتونم تفکیک رو انجام بدم. چرا؟ برای مثال ممکنه که من در افراد نرمال و سرطانی ژنی رو انتخاب کرده باشم که اون ژن تفاوتی اصلا در افراد نرمال و سرطانی نداره. وقتی تفاوتی نداره شما نمیتونی تفکیک بکنی. یعنی در واقع اون مجموعه متغیرات رو ممکن اصلا اشتباه انتخاب کرده باشی. خب، پس این دو تا مسئله رو از هم جدا بکنید. ولی موضوعی که وجود داره اینه که شما در این رویکرد یک مجموعه اطلاعات بیشتری داری تا PCA برای اینکه به LDA بدی. چه اطلاعاتی؟ یعنی نه تنها فضای دیتا رو داری، لیبل هر دیتا پوینت رو هم داری، اینکه از چه گروهی داره میاد. و پرسشی که داری از خودت میپرسی اینه که آیا اینها تفکیک پذیر هستند یا نه. خب، حالا کمی بیشتر در مورد تفکیک کردن صحبت بکنیم. منظورم از تفکیک کردن چیه؟ منظورم از سپریشن یا دیسکریمینیشن چیه؟
ببینید در این جلسه و بسیاری از رویکردهایی که شما در مقالات میبینید، ما مثلا اون از کلاسیفیکیشن یا دیسکریمینیشن لینیر دیسکریمینیشن و کلاسیفیکیشن هست. خب یعنی به چه معنی؟ اگر من مجموعی دیتا داشته باشم و این مجموعه دیتا از دو جمعیت متفاوت، منظور با همون لیبل های متفاوت ثبت شده باشه، پرابلم اسپیس لینیر دیسکریمینیشن این هستش که آیا من میتونم یک خط در فضای مثلا دو بعدی یا یک صفحه در فضاهای چندین بعدی پیدا بکنم که اگر اون خط رو بکشم، اون صفحه رو بذارم، نقاطی که مربوط مثلا به لیبل یک هستند و نقاطی که مربوط به لیبل دو هستند تا حد ممکن از هم دیگه جدا بشن. حالت ایدئالش اینه که همه نقاط مثلا قرمز در یک سمت اون حائل باشن، همه نقاط مثلا آبی در این مثال خاص البته در یک سمت دیگه. و همیشه هم لازم نیست بچه‌ها کلاسیفیکیشن باینری باشه. حالا من فعلا دارم مثال باینری میزنم برای سادگی کار. یعنی ممکنه که مالتی کلاس دیسکریمینیشن یا کلاسیفیکیشن داشته باشیم، مثلا چند تا گروه باشه، مثلا افراد دیابتی، سرطانی، آلزایمری و نرمال، یعنی مثلا همچین حالتی. پس پرابلم اسپیسمون اینه در لینیر دیسکریمینیشن، یعنی من یه خطی پیدا بکنم که بتونم برش بدم دیتا رو دقیقاً و گروه های مختلف، دیتا پوینت هایی که مال گروه های مختلفن بیفتن دو سمت مختلف مثلا این خط. در فضای چندی مودی میشه یک صفحه. مثلا من اگه یک فضای سه بعدی داشته باشم، باز همین مسئله است که من آیا میتونم یک پلین، یک صفحه پیدا بکنم که نقاط رو از همدیگه تفکیک بکنم. ولی این لینیر سپریشنه، فقط برای اینکه نشون بدم که ما انواع سپریشن های دیگه ای هم داریم بر مبنای مثلا روش های غیر خطی. این رو هم میتونید نگاه بکنید. ببینید گاهی اوقات با اینکه از نظر چشمی وقتی نگاه دیتا میکنی باید یک تفکیک پذیری مشخصی بین گروه ها وجود داشته باشه، اما لینیر کلاسیفایر شما نمیتونه این کاری انجام بده. یعنی تو نمیتونی، مثلا دارم میگم، این نقاط آبی و این نقاط قرمز تقریبا حتی چشمی قابل تفکیک از هم دیگه هستن، ولی تو نمیتونی یک خط یا یک صفحه پیدا بکنی به گونه ای که این جوری دیتا رو برش بزنه که همه قرمزها یک سمت بیفتن، همه آبی ها یک سمت دیگه بیفتن. پس ممکنه دیتا ست شما به گونه ای باشه که با اینکه تفکیک پذیر، سپربل هستش، دیسکریمینبل هستش، اما با روش های لینیر شما نتونید سپریشن رو انجام بدید و از روش های نان لینیر باید استفاده کنید. ما در مورد روش نان لینیر صحبت نخواهیم کرد اینجا، فقط می‌خواستم اشاره بکنم که چنین رویکردهایی هم وجود داره. مثلا بسیاری از کلاسیفیکیشن ها یا دیکودینگ هایی که بر مبنای نورال نتورک صورت میگیره ممکنه که جزء این نان لینیر سپریشن ها باشه، درسته؟ ولی ما در مورد این صحبت نخواهیم که ما میخوایم تاکید بکنیم بر این. مثلا عنوان جلسه هم لینیر دیسکریمنت انالیسیس هست که اون قسمت لینیرش باید توضیح کافی به شما بده. اما یه نکته جالبی وجود داره و این نکته رو در جلسه نخست هم اشاره کردیم، ولی یه گاهی اوقات امکان پذیره که شما این دیتای پیچیده رو که به صورت خام با روش های خطی نمیتونید از هم دیگه جدا بکنید، با یک تابعی پروجکت بکنید به یک فضای با ابعاد بالاتر و در اون فضا به روش خطی اینها رو از هم دیگه جدا بکنید. منظورم چیه؟ یعنی فرض کنید شما مثلا چنین فضایی دارید، این فضای اورجینال دیتاست یا همون داده خام شماست. در این فضای خام دوباره امکان پذیر نیست به راحتی و بدون خطا به صورت ایدال که شما در واقع یک لینیر کلاسیفایر پیدا بکنید که بتونه نقاط آبی و قرمز رو از همدیگه تفکیک بکنه. خب در واقع اینها نان لینیرلی سپربل هستن در این فضای اورجینال. اما امکان پذیره که من یک فانکشنی پیدا بکنم که خود این فانکشن دوباره میتونه یک فانکشن خطی یا غیر خطی باشه که در واقع از این فانکشن استفاده بکنم و این رو به عنوان اینپوت بهش بدم. این فانکشن این داده رو پروجکت بکنه به یک فضای هایر دایمنشنال، مثلا دقت بکنید اینجا فضا فقط x و y رو داریم، ما الان اینجا x y و z رو داریم که در اون فضای هایر دایمنشنال لیبل ها از همدیگه قابل تفکیک باشن به روش خطی، یعنی در اون فضای جدید لینیرلی سپربل باشن داده ها. درسته؟ خب دقت بکنید بچه‌ها که لینیر کلاسیفایر ها خواص بسیار زیادی دارن. من حالا بحث این جلسه نیست که واردش بشم،
ولی اون بحث کلا لینیریتی یا خطی بودن خیلی اینترپریتیشن کاری که شما دارید میکنید رو ساده میکنه و کار کردن با فضای خطی بسیار راحت تره. برای همین شما اگه چنین فانکشن هایی رو بتونید پیدا بکنید خیلی کمک میکنه. خب یکی از روش هایی که مثلا این کار انجام میده و اگه بعدا علاقه من بودید به دووندش بخونید، روش ساپورت وکتور ماشین هستش. این دقیقا همین کار رو انجام میده در واقع. بهش هم میگن کرنل تریک. یه کرنلی پیدا میکنه که در این در واقع به عنوان یه تابع بر این اعمال بکنه و در یک فضای بالاتری از هم دیگه سپریشن انجام بده. خب پس تا اینجا ما مسئله سپریشن رو مطرح کردیم، یعنی حداقل به صورت شهودی تا حدی متوجه هستیم که میخوایم چه کار بکنیم، و مسئله لینیر کلاسیفیکیشن دیسکریمینیشن هم فهمیدیم که آقا ما دنبال یک صفحه، دنبال یک خطی، ما چنین کاری نمیخوایم بکنیم، علاقمند به این نیستیم. اما موضوعاتی پیش میاد. یکی از موضوعاتی که پیش میاد اینه که فرض کنید که حالا دیگه برگردیم به همین فضای خطی. سوال اساسی اینه که چه ویژگی هایی در دیتا باید وجود داشته باشه، خب که اون رو تفکیک پذیر بکنه، لیبل های دیتا رو از هم دیگه تفکیک پذیر بکنه. این سوال مهمیه دیگه، درسته؟ من اگه مثلا میخوام افراد سرطانی رو از افراد غیر سرطانی بر مبنای بیان ژن تفکیک بکنم، بیان ژن باید چه ویژگی هایی داشته باشه اون دیتا سته. خب بریم که در مورد این صحبت بکنیم. ببینید شما فرض بکنید که دو گروه رو میخواید از هم دیگه تفکیک بکنید. هر کدوم از این گروه ها، یعنی مجموعه دیتا پوینت هایی که در هر کدوم از این گروه ها وجود داره، یک میانگین داره و یک واریانس داره، چیزایی که ما همه تو آمار مقدماتی خوندیم. ما میخوایم از این دوتا مفهوم، یعنی وریبیلیتی یا همون پراکنش دیتا و میانگین استفاده بکنیم و بگیم چه زمانهایی اینها از همدیگه تفکیک پذیر خواهند بود، چه زمانهایی شاید دشوارتر باشه که تفکیک بکنیم، یا اصلا ایمپاسیبل، غیر ممکن باشه که تفکیک بکنیم. خب منظورم در واقع بیان چانس هستش، بالاتر از حد شانس. خب میتونیم متوجه بشیم که مثلا من اگه یه دیتا ستی دارم که در این مثلا هر کدوم از این دایره ها رو با عنوان اون ابر اون دیتا ستمون میتونیم در نظر بگیریم که میانگین هایی هم داره، هرچه میانگین ها از همدیگه دورتر باشن، فاصله شون از همدیگه بیشتر باشه، احتمالاً در واقع سپربیلیتی در دیتا ست من برای تفکیک لیبل ها بالاتر میره. درسته؟ میتونید متوجه بشین مثلا من این نقطه رو اگر بیارم اینجا بذارم، هرچی اینا رو از هم دورتر بکنم، سپربیلیتی راحت‌تر. وقتی میگیم سپربیلیتی راحت‌تره یعنی چی؟ یعنی خطاهامون کمتر خواهد شد. اما هرچی کوچیک‌تر بکنم اینها رو، فاصله رو، و مثلا چنین فاصله ایجاد بکنم، اون وقت اوورلپی در میان داده ایجاد میشه که دیگه باعث میشه که من با روش‌های ساده باز لینیر نتونم بدون خطا اینها رو از هم دیگه جدا بکنم. همچنان امکان پذیره که من اینها رو بیاند چانس، یعنی بالاتر از شانس، از هم دیگه جدا بکنم. چون شانس الان 50%. یعنی مثلا شما دو تا لیبل دارید دیگه، درسته؟ من به شما یه دیتا پوینت از اینجا بدم، بگم آقا این دیتا پوینت از بنفشه اومده یا از قرمزه اومده. خب شما بای چانس 50-50 حدستون درست خواهد بود دیگه، یعنی یا میگی بنفش شانسی حتی، یا میگی بنفشه، میگی قرمز، و 50% احتمال درست بودن داری. پس شانس ما الان توی مثال خاص 50%. هر چه بالای 50% باشه ما میتونیم از خودمون بپرسیم که الان سیگنیفیکانت هست یا نه. در مورد اون مسئله کمی صحبت خواهم کرد بعدا. ولی مسئلهمون اینه که نسبت به این بالایی الان پرفورمنس کلاسیفایر ما، اون عملکردش پایین خواهد اومد، چون خطا در این دومی بالاتر رفته. به چه دلیل بالاتر رفته در پایینی؟ من هیچی رو تغییر ندادم جز فاصله میانگین ها رو، یعنی دیستریبیوشن دیتا ها رو با هم دیگه نزدیکتر کردم. خب پس یکی از عواملی که روی سپربیلیتی اثر میذاره قطعا این فاصله میانگین های در واقع هر گروه هستش. گروه هایی که ما میشناسیم، مثلا افراد سرطانی و غیر سرطانی، درسته؟ باز میگم بحث تو دیتا نیست. من مثلا میدونم افراد سرطانی چه هستن، غیر سرطانی چه هستن و بیان ژن. ولی خب آیا همینه دیگه، تموم شد دیگه؟ آیا فقط میانگین رو لازم داریم که ما بفهمیم که آیا اینها سپریبل خواهند بود یا نه؟ خیر. یکی از بحث‌های دیگه واریانسه، درسته؟ یعنی شما اگر که میانگین رو در یک نقطه کاملا یکسان قرار بدید، اما پراکنش دیتا رو تغییر بدید، یعنی واریانس دیستریبیوشنتون رو عوض بکنید، در واقع سیگما، دوباره ممکنه که در واقع فضا رو از یک فضای کاملا سپربل به لس اپتیمال تبدیل بکنید.
غیر بهینه است و دارای خطاست. درسته؟ و این یکی از مسائل. خب یعنی کاملا از لحاظ حتی چشمی با این دو تا مثال میتونید بفهمید. و دقت هم بکنید باشه، باز تاکید میکنم که من دارم برای دو تا لیبل مثال میزنم، ولی در فضاهای بالاتر و فضاهای مالتی وریت هم این پاسخگوه و مالتی کلاس. درسته؟ یعنی همینه، فقط دیگه در فضای بالاتر باید در نظر بگیرید، حالا فضای سه بعدی یا حتی فضاهای چندین بعدی. پس دو تا مفهوم ما میتونیم تعریف کنیم، یکی between class variability، یعنی در واقع اون پراکنش بین داده‌ای، بین کلاسی، درسته؟ و within class variability، یعنی پراکنش در دل خود اون گروه ها چقدره، اون واریانس هر گروه. درسته؟ حتی اگه من فاصله میانگین ها رو عوض نکنم، این واریانس ممکنه عوض بشه. مثلا من ممکنه دیستریبیوشنی با میانگین 0 و واریانس 1 داشته باشم، ممکنه دیستریبیوشنی با میانگین 0 و واریانس 5 داشته باشم. هر دوتا میانگین صفره ولی واریانس ها متفاوته و این واریانس اثر ایجاد میکنه. پس between class variability و within class variability. اگه کلاس های آنووا پاس کرده باشید، اونجا هم میدونید که تست های آنووا هم روی همین مفاهیم کار میکنه. درسته؟ اینکه این نسبت به این چقدره. خب چون میتونید همینجا تو تصویر هم ببینید که ما علاقه‌مندیم که between class variability بره بالا، فاصله میانگینه زیاد بشه، within class variability بیاد پایین، پراکنش داده در دل هر گروه کم بشه که این در واقع خط راحت‌تر بتونه تجزیه بکنه اون لیبل ها رو از هم دیگه. بحث وریبیلیتی که میاد، بحث پراکنش که میاد، بعد یک در واقع یک فرمولاسیون ریاضیاتی براش اعمال بکنیم که خب خوشبختانه ما قبلا این کار رو کردیم. ما درباره وریانس و کووریانس قبلا صحبت کردیم. اما یه چیزی رو که قبلا نگفتم و دوست داشتم اینجا اشاره بکنم اینه که اگر به خوبی به دقت نگاه فرمولاسیون کووریانس و وریانس بکنید، میبینید که در واقع وریانس رو میتونیم کووریانس یک متغیر با خودش تعریف کنیم. درسته؟ شما نگاه بکنید xi منهای x که گفتیم در واقع باید داده رو سنترد بکنیم، یعنی میانگین داده ها رو کم میکنیم برای هر متغیر. درسته؟ یعنی y hat x hat اینا میانگین ها هستن، اینا رو کم میکنیم که داده سنتر بشه. اگه خاطرتون رفته به جلسه دوم برگردین، اینها به همه بحث شد. درسته؟ و اینها رو ضرب در همدیگه میکردیم و نورمالایز میکردیم به تعداد. خب حالا واریانس چیه؟ این کووریانس. واریانس چیه؟ x i منهای x به توان 2، یعنی شما در واقع اینجا به جای y در واقع y i دوباره x i منهای x hat بذاری. خب این ضرب در خودش دیگه. درسته؟ و n منهای حالا این تفاوت هم که اینجا n بزرگ اینجا n کوچیک به خاطر تفاوت سمپل و پاپولیشنه. حالا من درست میکردم، خیلی این مسئله مهم نیست، به توجه نکن. درسته؟ ولی نکته اساسی اینه که شما میتونید وریانس رو کووریانس یک متغیر با خودش تعریف کنید از لحاظ ریاضیاتی. یعنی چی؟ یعنی اگر من برم در دل اون کووریانس میتریکسی که قبلا بارها و بارها در موردش صحبت کردیم، این دایگونال من، دایگونال چی بود؟ کووریانس یک متغیر با خودش بود دیگه. درسته؟ اینها در واقع واریانس متغیرهای مختلف در دیتاست. یعنی اگه مثلا من 4 گروه داشته باشم، خب در یک کووریانس میتریکس هم ارتباط متغیرها با همدیگه رو دارم. خب یعنی اینکه مثلا تو این دو تا کووریانس این با این چیه، آیا کوریلیتد هستن یا نیستن. حالا خواهیم دید که این کوریلیشن هم خیلی اهمیت داره در کلاسیفیکیشن. من هنوز وارد اون بحث نشدم، بخش دوم یا سوم بحث خواهیم کرد. و واریانس یعنی پراکنش نسبت به خودت تو فضای خودت که میشه در واقع این دایگونال من. اینجا هم نوشتم که کووریانس xi در واقع برابر با واریانس xi. درسته؟ و ما از این واریانس و کووریانس میخوایم استفاده بکنیم یکم جلوتر در همون لینیر دیسکریمنت انالیسیس که بیایم در واقع within class variability رو تعریف کنیم. خیلی مهم. خب حالا دقت بکنید بچه‌ها که یه نکته وجود داره درباره گفتم اون کووریانس دیتا و دیکودبیلیتی، و این هم یه واژه دیگه است ولی اینجا اینا تفاوتی با هم دیگه ندارن. من از عمد این واژه‌های مختلف رو گذاشتم که ببینید در فیلدهای مختلف واژگان مختلف استفاده میشه. مثلا بحث دیکودبیلیتی خیلی در نوروساینس استفاده میشه، یعنی که ما در واقع هویت یه رخداد خارجی رو، مثلا استیمولوس رو، بر مبنای فایرینگ ریت نورون ها دیکود بکنیم، رمزگشایی بکنیم. خب
ولی در عمل دیکودبیلیتی همون دیسکریمینیبیلیتی هستش، همون سپرابیلیتی هستش، خب همون کلاسیفیکیشن هستش. یعنی شما یک چیزی رو بر مبنای یک متغیر دیگه کلاسیفای بکنی، همون هستش. ولی من واژگان مختلف استفاده کردم که متوجه بشی که از نظر فهم همونه. خب ولی یه نکته وجود داره، گفتم که همین الان ادعا کردم که کووریانس اهمیت داره در در واقع تفکیک پذیری. ولی یه نکته دیگه هم وجود داره، گفتیم اون برای بخش 2 و 3. ولی یه نکته وجود داره. سوال اصلی اینه، ما در مورد PCA و LDA صحبت کردیم. فرض کنید که LDA میخواد این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنه دیگه، درسته؟ باید یک جوری داده رو پروجکت بکنه، چون یک روی کرده دایمنشنال ریداکشن هستش و کامپوننت انالیسیس. یه جوری باید این داده رو پروجکت بکنه که در اون اکسیس جدید، در اون محور جدید، اینها پرفکتلی از هم دیگه قابل تفکیک باشه. اما PCA چی کار میکنه؟ PCA دیرکشن هایی رو پیدا میکنه یا محورهایی رو پیدا میکنه که اینها در واقع مکسیمم وریانس رو من توضیح بدم. خب الان اگر دیگه PCA رو خوب فهمیده باشید و حداقل جلسه دوم بودید و دنبال کردید، باید بدونید که الان اکسیس PCA این اکسیس دیگه، چون محوری که بیشترین واریانس دیتا رو بتونه توضیح بده، مکسیمم وریانس اکسپلین رو داشته باشه برای کامپوننت اول، درسته؟ این هستش. یه مثال قبلا تو جلسه دوم فکر کنم زدیم. اما بهترین اکسیس برای سپریشن دیتا نیست. یعنی اگه من این داده ها رو پروجکت بکنم روی این داده ها اتفاقا میکس میشن، حالا نشون تو خواهم داد. اما این داده ها به هر حال اینا سپربلن، این دو تا از هم کاملا جدا پذیرن. باید من یک اکسیسی پیدا بکنم، یعنی باید یه محوری پیدا بکنم تو این فضا، خب یه خطی بکشم تو این فضا که اگر این داده پروجکت بشه روی اون خط، به بهترین شکل من میتونم اینها رو، یعنی با کمترین خطا بتونم اینها رو از هم دیگه تفکیک کنم. خب من الان نشونتون میدم که اون محور چیه، بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنم. این محور در واقع ماکسیمم سپریشن، دیسکریمینیشن یا دیکودینگ هستش. حالا میخوام نشونتون بدم چرا، یعنی با این توی اگزمپل میخوام نشونتون بدم چرا. فرض بکنید که من PCA انجام بدم رو دیتا و در واقع این دو متغیر رو بر مبنای PCA بیارم روی یک محور بندازم. خب این میشه. آیا شما الان میتونید یک خط به من نشون بدید روی محور جدید، روی تک محور یه خط بکشی و بعد بگی روی این خطی که کشیدم الان همه نقاط بنفش یک سمتن، همه نقاط قرمز یک سمتن، کاملا دیکود شدن اصلا دیگه، کاملا کلاسیفای شدن؟ نمیتونی. اما بیشترین واریانس دیتا رو داری الان روی این اکسیس نسبت به حالت بعدی که پروجکشن دیتا رو این باشه. اگه من داده رو پروجکت بکنم روی این خط، کاملا سپربلن، یعنی بدون خطا شما نقاط قرمز و نقاط بنفش رو میتونید از هم دیگه جدا بکنید، اما بیشترین واریانس دیتا رو توضیح نمیدید. اتفاقا کاری که اینجا دارید میکنید اینه که ویتین کلاس وریبیلیتی رو دارید مینیمایز میکنید. یعنی یک پروجکشنی پیدا کردی که فاصله میانگین ها رو مکسیمایز بکنه، خب که اینا هستن دیگه جدا پذیر باشن، و واریانس اتفاقا مینیمایز بکنه. فقط میگونید چون واریانس دیتا رو نگاه بکنید، این پراکنش اول دیتا بود. شما نگاه کنید که چقدر فشرده کردید دیتا رو وقتی پروجکت کردید به این صفحه، ولی اینها قابل کلاسیفیکیشن. نکته که بس وجود داره اینه که نتیجه PCA که یک آن سوپروایزد متد هستش و میخواد ماکسیمم وریانس رو پیدا بکنه، دیرکشن هایی که مرتبط اون هستن، و روش های سوپروایزدی که قرار مثل LDA که حالا ما هنوز الگوریتمش رو نخوندیم، یعنی کم کم از اینها قرار به دست بیاریم که اون ابجکتیو فانکشن LDA چی باید باشه. LDA ولی لزوما نمیخواد بیاد اینجا ماکسیمم وریانس توضیح بده، میخواد ماکسیمم دیکودبیلیتی ایجاد بکنه، ماکسیمم لینیر دیکودبیلیتی اگه بهتره بگم. پس برگردیم به اسلاید قبلی. خب حالا من کمی دیگه در مورد این صحبت کردم ولی فرمالایزش بکنیم. پس در یک لینیر کلاسیفایر، یه لینیر کلاسیفایر خوب، کاری که ما میخوایم بکنیم اینه در واقع که داده رو پروجکت بکنیم به یک فضای جدیدی که در اون فضای جدید یک رابطه میان بیتوین کلاس وریبیلیتی و بیتوین کلاس وریبیلیتی ایجاد بشه. یعنی چی؟ بیتوین کلاس وریبیلیتی بین گروهی افزایش باید پیدا بکنه، درسته؟
هر چی این افزایش پیدا بکنه، هر چی اینا از هم دیگه دورتر بشن، این دو تا از هم دیگه سپریبل تر هستن، قابل تفکیک تر هستن نسبت به این تو این عکس. از اون طرف ویتین کلاس وریبیلیتی، پراکنش داخل هر گروه کاهش پیدا کنه. هرچی اعداد نزدیک میانگین خودشون باشن و هرچی این دوتا میانگین از هم دیگه دورتر باشن، این در واقع میزان سپریبیلیتی رو، حداقل لینیر سپریبیلیتی رو ما بالا میبریم. خب میتونیم اینو بگیم اس بیه، خب، و اینو بگیم اس دبلیو. این دو تا متغیر تعریف کردم که در واقع یکیش بیتوین کلاس وریبیلیتی باشه و یکیش ویتین کلاس وریبیلیتی. و بعد یک ریشیو مطرح میکنیم، اس بی به روی اس دبلیو، و میتونیم بگیم که در واقع به عنوان یک روی کرد، نه تنها روی کرد، به عنوان یک روی کرد میتونیم بگیم که ما میتونیم یک فضایی پیدا بکنیم در اون فضا این ریشیو SB به SW مکسیمایز بشه. خب این چجوری میتونه مکسیمایز بشه؟ این اینجوری میتونه مکسیمایز بشه که SB بره بالای بالا و حالا مثلا SB تغییر نکنه، خب احیانا مثلا میتونه فیکس باشه ولی خیلی بره بالا. خب یعنی یعنی شما ببین دقت بکنید بچه، شما میتونید پراکنش رو الان همین نگه دارید ولی اینقدر میانگینا رو از هم دیگه دور بکنید که اینها از هم دیگه فاصله بگیرن و سپریبل باشن دیگه، درسته؟ خب پس این یه حالته، یه این نیست که چون واریانس دادم جداست اصلا امکان نداره که جدا باشن، نه، تو میانگین رو اینقدر فاصله بده الان از هم دیگه، شما در واقع این دوتا رو بگیر از هم دیگه پوش کن به دو سمت مختلف، جدامشون میکنی، فرق هم نمیکنه واریانس شاید. مسئله بعدی در واقع این اسم تیم بود. اس شما حالا میتونید چیکار بکنید؟ میتونید اس بی رو ثابت نگهداری، بگی آقا من اس دبلیو رو خیلی میخوام کوچیک کنم، خیلی کوچیک، حالا صفر که احتمالاً نه ولی یه چیز مثلا حتی فکر کنید نزدیکی به صفر، درسته؟ یعنی چی دوباره؟ یعنی شما میانگینا رو سر جاش نگه دار، مثلا توی مثال خاص که الان سپربل نیستن، میانگینا رو سر جای خودش نگه دار، اینقدر این پراکنش رو کاهش بده که نزدیک میانگین باشه، پس خیلی کوچیک نزدیک میانگین، باز دوباره سپربل میشه. در بهترین حالت جفت اینها رو باید انجام بدی، یعنی اس بی رو ببری بالا، اس دبلیو رو شدت بیاری پایین که این مکسیمایز بشه. و این دقیقاً کاریه که لینیر دیسکریمنت انالیسیس میخواد برای ما انجام بده. یعنی میخواد اس بی رو اول تعریف کنه، اس دبلیو رو تعریف کنه که این دو تا میتریکس هستن، به خاطر اینکه فضای داده ممکنه که مالتی کلاس و مالتی دایمنشنال باشه که هم گفت اینا چی هستن، و بعد اینو مکسیمایز بکن. خب پس بریم سراغ LDA. حتی میتونید اجازه بدید بذارید من اگه ببینم کسی سوالی داره مطرح بکنه سوالش رو و بعد بریم جلو. خب بسیار عالی. پس بریم سراغ LDA implementation، حالا که از نظر کانسپچوال متوجه شد. برید پس ما الان کارمون چیه؟ ما الان کارمون اینه که میخوایم SW و SB رو تعریف کنیم، چون اگه اینو تعریف کنیم بعد راحت میتونیم در واقع الگوریتمی بچینیم که این رو مکسیمایز بکنه، درسته؟ خب اینا چی هستن؟ خب اگر که بحث کوورینس و وریانس متوجه شده باشید، اینه که خب من اگه بخوام مثلا ویتین کلاس وریبیلیتی رو مشخص بکنم و حتی ارتباط چیزا رو مشخص بکنم، این از مفهوم وریانس و کوورینس باید استفاده بکنم، یکی از مفاهیم. ولی خب بهترین چیزیه که ما داریم پراکنش دیتا ها رو استفاده بکنم که به من بگید. دقیقاً LDA هم همین کارو میکنه، ولی یک هم جزئیات داره، بعد وارد جزئیاتش بشیم. ببینید فرض کنید که دیتا ست شما چنین دیتا ستی، یعنی چی؟ یعنی مجموعی از کلاس های مختلف دارید، لازم هم نیست که تعداد سامپلاش یکی باشه. اینا کلاس ها میشه هم افراد سرطانی و افراد نرمال مثلا، درسته؟ مجموعی از فیچرها دارید که اینا مثلا میتونن ژن های مختلف باشن، درسته؟ یا مثلا کلاس میتونه استیمولوس باشه و فیچرها میتونن نورون های مختلف باشه. اوکی؟ و سامپل دارید. سامپل هم باز میگم اینا میتونه تریتمنت های مختلف باشه، میتونه سلول های مختلف باشه که مثلا ژن رو ازش گرفتی، میتونم ترایال های مختلف باشه. پس شما سامپل داری، فیچر داری و کلاس داری. من 5 ثانیه اجازه میدم خوب متوجه بشید که دادمون الان چیه. ها اوکی. شما میخوای کاری که میخوای بکنی چیه؟ میخوای که اون لینیر کلاسیفایر شما بتونه این کلاس ها رو بر مبنای فیچر و سامپل هایی که داره از هم دیگه جدا بکنه، این گروه ها رو. کارمون اینه. خب حالا میخوایم، گفتیم که باید چه کار بکنیم، حالا میخوایم اون ماتریس ها رو مشخص بکنیم، اون در واقع
within و between class variability رو معلوم بکنیم. خب برای LDA روش که LDA داره اینه که میاد برای هر کدوم از این کلاس ها که خودشون یه ماتریسن دیگه، هر کدوم از این کلاس ها یه ماتریس مجموعه فیچر ها و سامپل ها. خب برای هر کدوم از اینها یک کووریانس میتریکس حساب میکنه و دقت بکن بچه تعداد فیچرها باید یکسان باشه ولی تعداد سامپل ها میتواند متفاوت باشه. خب به خاطر این چرا میگم تعداد فیچرها مساوی باشه با هم دیگه؟ به خاطر که شما در واقع ماتریس هایی که برای هر کدوم از این کلاس ها به دست میارید، اون کووریانس میتریکسی که برای هر کلاس به دست میارید باید ابعادش یکی باشه. خب پس فیچر رو نمیتونی تغییر بدی. یعنی مثلا دارم میگم اگه یک مجموعه ژنی رو برای انسان‌های نرمال ثبت کردی در اون بحث سرطان و غیر سرطانی، بعد برای افراد سرطانی هم همون رو ثبت کرده باشه، ولی تعداد سامپل ها میتونه متفاوت باشه. یعنی میتونه یکی 10 تا باشه، یکی مثلا 15 تا باشه. خب اون خیلی اذیتمون نمیکنه، ولی فیچرها باید یکی باشه. خب چون فیچر هاست که ابعاد کووریانس ماتریکس رو مشخص میکنه. مثلا اگه 4 تا فیچر داشته باشید، کووریانس ماتریکس شما 4 در 4 میشه و هر کدوم از این المان ها کووریانس یکی از فیچرها رو در هر کلاس با یه فیچر دیگه مشخص میکنه. مثلا فرض کنید که این ماتریس کووریانس ماتریکس اینه، این در واقع کلاس روشن‌تره، درسته؟ خب این کلاس روشن‌تره، مثلا خب دایگونال که همیشه بالاترین مقداره تو کووریانس، یعنی یه داده با خودش، ولی در واقع هر فیچر میتونه با فیچرهای دیگه هم ارتباط داشته باشه، ربط داشته باشه تو اون فضا. و دقت بکنید که ما با یک higher dimensional space طرفیم دیگه، چون مالتیپل فیچرز داریم. خب پس من اینو به دست میارم برای هر کدوم از کلاس ها و این یک رابطه ای از واریانس، پراکنش دیتا درون هر فیچر و بین فیچرها در هر کلاس به من میده. بعد چیکار باید بکنم با این؟ خب اگه مثلا 3 تا کلاس دارم، 3 تا کووریانس ماتریکس میگه. بعد اینا رو با هم دیگه جمع میکنم، درسته؟ بعد اینا رو با هم دیگه جمع میکنم، به من یه ماتریسی میده. این جمع اینها، یعنی 3 تا داشتم، اینا رو با هم دیگه جمع کنم ماتریس جدید میگیرم که به این میگن اسکاتر ماتریکس. و به صورت دقیق‌تر اگه بخوام بگم، به این فعلا ماتریکس میگن within class scatter matrix، به خاطر که داخل هر کلاس حساب کردی. خب و جمع میخواد به صورت کلی بهت بگه که این فیچرها در دل هر کلاسی با هم دیگه چه ارتباطی دارن، درسته؟ خب فرمولاسیون هم که میبینید دیگه، شما اگر مثلا فرمولاسیون دقیق‌تر ریاضیاتی، فرمولاسیون کووریانس رو که قبلا دیدید، تنها تفاوت، حالا من اینجا نوشتم کووریانس، یک بی‌دقتی توش وجوده، یه بی‌دقتی ریز، و اونم اینه که توی اسکاتر میتریکس لزوما تقسیم بر NMN ها یک نمیکنه. این تنها چیزه، بقیهش همون در واقع کووریانس میتریکس هست. خب کووریانس میتریکس پس در واقع برای هر کلاسی که ممکنه 1 تا 30 تا کلاس داشته باشی، سی اینجا یه کانستنت، نه سی عددی، یه 30 تا کلاس داشته باشی و در هر کلاس هم 1 تا NC فیچر داشته باشی دیگه، درسته؟ و اینها رو برای هر کدوم کوورنس ماتریکس حساب میکنه و با هم دیگه جمع میکنه. راحت‌تر همین که هم ویژوالایزیشن رو بفهمید دیگه. خب، خیلی ساده. کوورنس هم که قبل هم بود. خب تا اینجا که ما رسیدیم به ویتین کلاس وریانس، درسته؟ از لحاظ شکلی هم، از لحاظ دایگرام گرفتور هم میتونیم اینجوری بهش نگاه بکنیم که مثلا اگر من یه اسکاتر ماتریکس W داشته باشم، منظور SW، درسته؟ و یه همچین چیزی باشه، دایگرامش میشه این. خب و من فقط یه سری از چیزها رو صفر کردم که ببینید. خب مثلا دارم میگم اینجا چیزی که الان وجود داره اینه که فیچر اول با فیچر سوم هیچ ارتباطی نداره، درسته؟ تو دایگرام هم گاهی اوقات که نشون میدن همینه، فیچر اول یعنی x1 با x3 هیچ خطی بینشون نیست، هیچ اجی ندارن. و اگه این مفاهیم نمیدونید اشکالی نداره، یعنی لازم نیست برای فهم، فقط یه رویکرد نمایشیه، نمایش دادن، هیچ اشکالی نداره. ولی اگه علاقه‌مندید یاد بگیرید، یکی از کلاس هایی که فکر میکنم در جلسات داینامیکال سیستمز گذاشتیم رو این کار کردیم که قشنگ درباره تبدیل ماتریس ها، ادجیسنسی ماتریکس ها به در واقع گراف ها صحبت کرد. ولی اگر نمیفهمید ارتباط زیادی نداره، من فقط یه روش نمایشی گاهی تو مقاله استفاده میشه، میخواستم بدونید. و یا مثلا دارم میگم که متغیر دوم دوباره با 3 ارتباطی نداره، خب متغیر 2 دوباره با 3 هیچ ارتباطی نداره.
اما بقیه متغیرها با یک مقدار اینها با هم دیگه وصلن. مثلا x1 با x4 یه ارتباطی داره که این شدت ارتباطه رو اون W14 مشخص میکنه، 1 به 4 مثلا. خب اینا سیمتریک هم هستن دیگه، 4 به 1 با 1 به 4 فرقی نمیکنه. و هر کدوم با خودش هم یک کوورینسی داره دیگه که میشه واریانس W11. درسته؟ مجموع واریانس ها، چون دیگه اسکتر یادمون هست که دیگه اسکتر جمع همه این هستش. خب پس این میشه به صورت کلی ویتین کلاس اسکتر میتریکس. اما ما یک ماتریس دیگه هم میخواستیم برای اون مکسیمیزیشن. چی بود؟ بیتوین هم برامون مهم بود. بیتوین رو بر مبنای میانگین ها و فاصله میانگین های هر کلاس از میانگین کل به دست میاریم. فعلا من اول رو این شکل توضیح میدم، بعد فرمولاسیون رو خودتون دیگه کامل خواهید فهمید. فرض کنید من 3 تا کلاس دارم، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3. هر کدوم از این کلاس ها یه میانگینی دارن. درسته؟ خب بله، این میانگین کلاس 1، این میانگین کلاس 2، این میانگین کلاس 3. و کل دیتا هم یه میانگینی داره. یعنی اگه بدون کلاس بگم آقا همه دیتا رو با هم دیگه جمع کن، تقسیم بر تعدادشون بکن، به یه میانگینی میرسن. خب هرچه فاصله میانگین هر کلاس از میانگین کل داده بیشتر باشه تو فضای چندین بعدی، یعنی فاصله اینها از هم دیگه بیشتر شده دیگه. درسته؟ یعنی اگه من هر چی رو مکسیمایز بکنم، اینا رو پوش بکنم، در واقع در نظر بگیرید که مثلا من یک چیزی دارم، یه نیروی دافعه ای دارم، این یه نیروی دافعه ای داره، این نقطه مرکزی، نقطه ثقل، و اینا داره پوش میکنه به عقب. هر چقدر قوی تر بتونه اینها رو پوش بکنه که برن عقب، عقب‌تر برونه، فاصله بهشون بده، اینها تو این فضا بیشتر از هم دیگه فاصله میگن و سپربل تر میشن. خب؟ پس اس بیتوین رو در این فضای چندین بعدی خیلی راحت میتونیم بگیم تفاوت میانگین هر کلاسه منهای میانگین کل ضرب در ترانسپوزش که به شما در واقع یه دات پروداکت دیگه میده. و این نورمالایز میشه. دقت بکنید، این نکته مهمه. استانداردایز میشه با یه NSE. چرا؟ به خاطری که گفتم شاید سمپل های هر گروه متفاوت باشن با هم دیگه. خب اگه سمپل ها متفاوت باشن، این ناعدالتیه که ما اینها رو با هم دیگه یکی در نظر بگیریم. پس اینو ما باید استانداردایز بکنیم. این رو در تعداد سمپل های هر گروه هم میکنیم. حالا ممکنه 30 تا باز دوباره گروه داشته باشید که اینو براش محاسبه میکنید و به دست میارید. پس من SW رو دارم و SB رو دارم. تا اینجا اون ریشیو رو به دست آوردم. خب ریشیو الان میتریکس رو دقت بکنید البته. خب چجوری میتونم الان اکسیسی رو پیدا بکنم، محوری رو پیدا بکنم که B به SW رو مکسیمایز بکنم؟ قبلا ما خوندیم آیگن دیکامپوزیشن. اگر من اسکت میتریکس ها رو حساب بکنم، یعنی SB و SW، و دقت هم بکنید من اینو که اینورس نوشتم به خاطر اینکه SW روی مخرج بود دیگه، خاطرتون هست، ولی اینا میتریکس، ما باید از قواعد لینیر الجبرایی استفاده بکنیم، این فضا بزرگتره. و SB هم که روی صورت بود، صورت مخرج، این باید بیشتر بشه، این باید کمتر بشه. درسته؟ یه ریشیویی داره به من میده. جهتی رو میخوام پیدا بکنم که اینو مکسیمایز بکنه. خب آیگن دیکامپوزیشن بهترین کاری که میتونم استفاده بکنم. و آیگن دیکامپوزیشن این میتریکس اسکوئر رو، اینم اسکوئر دیگه به خاطری که با کوورینس میتریکس داریم کار میکنیم. فقط کوورینس میتریکسی که گویی چی شده، از هر کلاس اومده جمع شده و بعد نورمالایز هم انگار فرض کنید مثلا شده. خب استانداردایز هم مثلا شده. اینو داریم میدیم به آیگن دیکامپوزیشنمون و این برای ما دیرکشن هایی رو پیدا خواهد کرد که اگر پروجکت بکنیم دیتا رو به اون، ماکسیموم سپرابیلیتی، لینیر سپرابیلیتی ایجاد میشه. این فرضه. همیشه متدها لیمیتیشن دارن دیگه، اینو یادمون نمیره دیگه. درسته که حالا برمیگردیم لیمیتیشن اینو خواهم گفت. این فرضه که این قضیه اتفاق میفته. خب گاهی اوقات اتفاق نمیفته، یعنی شما ممکنه میتریکس ها رو هم بگیرید، این کارم انجام بدید، ولی اتفاق نیفته، ماکسیموم سپرابیلیتی یاد نشه که بدتر هم بشه اتفاق. خب ولی دیگه هر متدی گفتیم تا یه جایی کار میکنه، یه جایی هم
فیل میشه، شکست میخوره. خب پس من حالا خلاصه اپروچ LDA رو گذاشتم که دیگه حالا خودتون میتونید بخونید، من فقط وارد مطلبش میشم، اینو فقط برای اینکه یادتون نره گذاشتم. و به سایت خوبی هم هست که میتونید چک بکنید و به سایت دیگه هم هستن. LDA حدود 100 سال، 100 و خورده سال در واقع اومده و داره استفاده میشه. خب وارد مطلب بشیم و مثال LDA رو حل بکنیم. اوکی. خب ببینید من برای که LDA رو به دست بیارم حساب بکنم از یه دیتا ستی استفاده میکنم که هم تو پایتون وجود داره، هم تو آر وجود داره، هم تو مطلب وجود داره، به نام آیریس دیتا ست. این آیریس دیتا ست در واقع نمونه های مختلف، اگه شما نکنم گل های مختلفه. خب که حالا اسمشون اینجا میتونید ببینید، اسپیسیز، گونه های مختلف گیاهیه یا گل فکر میکنم. خب سه دسته، سه گروه داریم، سه تا کلاس داریم. خب بعد مقادیری که براش ثبت شده که حالا مثلا وای رو به عدد تبدیل کردیم، یعنی گروه یک، گروه دو، گروه سه. پس هر دیتا پوینتی که الان نشونتون بدم، یعنی من 150 تا سمپل دارم و هر کدوم از این سمپل ها مرتبط به یک گروهی هستش. خب و چه ویژگی هایی، چه فیچر هایی رو ثبت کردم، فیچرهای مختلفی رو برای این ثبت کردم که مثلا طول ساقه بوده، طول گلبرگ بوده، که اصلا برای ما اونقدر مهم نیست که اینا چی هستن. فقط ما الان میخوایم بدونیم اینا 4 تا فیچرن، 150 تا سمپل، و هر کدوم از این سمپل ها هم یک لیبلی داره، یک گروهی داره. مثلا سمپل اول داره و از گونه شماره یک میاد، سمپل مثلا 50م 90م مثلا ممکن از گروه شماره دو داره میاد و همینجوری دیگه. بحث اصلی رو متوجه میشید. پس من به اندازه سمپل ها لیبل دارم و بعد 4 تا فیچر هم دارم. حالا فیچر ها میگم ویژگی مختلف گله که برای ما مسئله ای نیست. شما همین کار رو بچه دقت بکنید که میتونید برای فایرینگ ریت و اینا هم انجام بدید، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. خب من دیگه میخوام که دیگه مفهومی بفهمید. الان مثلا اگه من اینو بخوام، مثلا اصلا من به شما نمیگفتم این گله، من نمیگفتم گله، میگفتم آقا من 150 تا ترایال داشتم، درسته؟ 150 تا ترایال داشتم، هر ترایالی مربوط به نمایش یک استیمولوس مشخصی بوده، سه تا استیمولوس داشتم و 4 تا فیچر هم مثلا 4 تا نورونه. شما برو ببین آیا بر اساس مبنای این پاپولیشن اکتیویتی میتونی لیبل ها رو از هم دیگه کلاسیفای بکنی یا نه. این دقیقاً مسئله رو عوض کنیم. یعنی در دیتا ساینس نکته اساسی اینه که از یک جایی به بعد مفاهیم ابسترکت، تو داری با میتریکس کار میکنی. مهمترین نکته اینه که بفهمی چه میتریکسی رو کجا باید بذاری و چجوری ازش استفاده بکنی. بقیه مسائل کانسپچواله. حالا دیگه من الان بگم این مثلا سپتال گله یا مثلا بگم فایرینگ ریت نورونه، فرقی نمیکنه. در تفسیر فرق خواهد کرد. خب که اون وقت بحث جداییه. یعنی تفسیرم بعد از آنالیز دیتا میاد. خب تفسیر مثلا ساقه گل با تفسیر فاینیت نورون یکی نیست. ولی چیزی که الان قراره بده تو LD هیچ فرقی نمیکنه. خب پس چون بعضی وقتا مثلا یه نقدی که به گروه هست اینه که مثلا مثال نوروساینس بزنی یا مثلا مثال ژنی بزنی، هیچ فرقی نمیکنه. مسئله اساسی اینه، فرقی نمیکنه من 100 تا مثال حل بکنم، یک چیزه. شما با ماتریس داری کار میکنی و در جلسه نخست هم گفتم پیدا کردن الگوها یعنی کار با ماتریس ها. تو اینو یاد بعد بگیری. خب بعد از این پرانتزی که حالا دادیم، حالا اینو کار بکنیم. فقط کدها رو اگه حالا بگم، ببینید شما اسپیسیز دارید که همون گونه ها هست، ولی گونه ها به چیه؟ گونه ها به استرینگ، یعنی نوع متغیر گونه ها استرینگ رشته‌ایه و کار کردن با رشته مقدار دشواره. خب برای همین تبدیل به عددی میکنید، یعنی گروپ تو ایندکس دستوری که میتونید استفاده کنید در مطلب. پایتون اینا هم احتمالاً دارن، معادلش رو میتونید پیدا بکنید و اینا در واقع تبدیل به یک مثلا و دو و سه میکنه. و خب خیلی راحت تری که برای کالر کردن حالا اسکتر پلات ها یا بقیه چیزا ازش استفاده بکنیم. خب اولین کار چیه؟ اولین کار اینه که ما میایم در واقع میانگین هر گروه رو حساب میکنیم. خب برای اس بیتوین هر گروهی گفتیم یه میانگینی داره. خیلی خوب. در مطلب میتونید دستور فور لوپ بنویسید، یا اگه مطلبتون فکر میکنه 2020 به بعده
میتونی از دستوری به نام گروپ استاتس استفاده بکنی. گروپ استاتس چه کار میکنه؟ شما یه چیز بهش میدی، یه میتریکس بهش میدی مثلا، که مثلا این میتریکس 150 ضرب در 4، بعد لیبل ها رو بهش میدی که لیبل ها ایکسه، و بعد میگی که خب چه کار باید بکنه برای هر کلاس یا برای هر گروه باید چه کار بکنه. میگه خب میانگین رو مثلا باید حساب بکنه و این میانگین ها رو بهتون میده. خب حالا اگه نداری باید چه کار کنی؟ یعنی اگه فرض کن که مثلا مطلب قدیمی تر نداری، خب خیلی راحته، تو برای هر گروهی میخوای میانگین حساب بکنی. چند تا گروه داری و برای هر فیچر روز میخوام، برای هر گروه و هر فیچر چند تا گروه داری؟ 3 گروه. چند تا فیچر داری؟ 4 تا. خب میانگین رو چجوری حساب میکنی؟ میگه آقا X رو دارم، درسته، و خب فیچرها رو که همه رو میخوای، و بعد دونه به دونه سمپل هایی که مربوط به گروه های مشخصه رو میگیری در یه دستور فور لوپ کلاس 1 تا 3 دیگه، درسته، مثلا وای هایی که همه برابر با 1 هستن اول و میانگینشون رو میگیری. این بده یه وکتور 4 تایی میده دیگه که مربوط به میانگین اون سمپل ها برای هر کدوم از اون فیچر هاست، درسته. بذار یه دور رام بکنم. مثلا کلاس 1 رو انتخاب میکنی، درسته، و بعد میانگین اون رو میگیری، 4 تا عدد بهت میده، سیو میکنی و بعد میری بعدی، میری بعدی، میری بعدی. خب من چون دیگه گروپ استاتس داشتم این کارو نکردم، ولی شما در عمل میتونید کار بکنید. یا مثلا اگه در پایتون چنین چیزی وجود نداره که من بعید میدونم وجود نداشته باشه، میتونید از این دستور استفاده بکنید، معادل این دستور. خب حالا بریم حساب کتابام رو بکنیم. خب دیگه میانگین چیزو گرفتیم، وکتورا رو گرفتیم، بریم حساب کتابام. حساب کتابمون چیه؟ میخوایم ویتین کلاس اسکاتر ماتریکس رو حساب بکنیم و بیتوین کلاس اسکاتر ماتریکس رو حساب بکنیم و بعد اینا رو بعد تقسیم بر ویتین کلاس اسکاتر ماتریکس. بعد ابعاد، همیشه گفتم بعد با ابعاد شروع بکنید. ابعاد این چنده؟ 4 در 4. چرا 4 در 4؟ چون شما 4 تا فیچر داری. اوکی. خب پس برای هر کلاسی گفتیم میریم یه کوورنس ماتریکس حساب میکنیم که هر کوورنس ماتریکس 4 در 4 و بعد اینا رو قرار با هم دیگه جمع بکنیم. پس برای هر کلاسی من میام در دل دیتا میگم وای هایی که وای ها لیبل ها بودن دیگه، لیبل هایی که مثلا برابر با 1 در وهله اول، انتخاب میکنم همه اینا رو به صورت موقت در یه متغیر میذارم. خب بذارید این کار رو انجام بدیم. مثلا CL رو برمیدارم، اینا رو میذارم. ببینید مثلا این گروه اول 50 تا سمپل داره، 4 تا هم که متغیر هست، فیچر هست. خب خیلی هم عالی. بعد برای کوورنس ماتریکس چیکار میکردیم؟ برای کوورنس ماتریکس دیسنتر میکردیم، میانگین رو حذف میکردیم که خب میانگین گروه اول رو هم من دارم، من اینجا الان حسابش کردم. و بعد در واقع ترانسپوزش رو ضرب در خودش میکنیم برای که کوورینس به دست بیاد. یک ماتریس 4 در 4، 4 در 4. اوکی. و سیمتریک هم هستش، یعنی مثلا عدد اینجا با عدد اینجا یکیه، عدد اینجا با عدد اینجا یکیه، یعنی در واقع کوورینس مثلا متغیر 3 با 2 و 2 با 3 یک. این همه اینا دیگه کار شده، من فقط دارم به صورت سریع ازش عبور میکنم. خب بعد جمع میکنیم دیگه. من همش دارم توی SW جمع کنم. اول با 0 پری الوکیشن انجام دادم و بعد هی دارم با این جمع میکنم. خب پس الان SW اسکاتر ماتریکس ویتین کلاس همه. خب بریم بیتوین کلاس. اول بعد اوورال مین رو محاسبه بکنم، یعنی مین همه دیتا رو. خب دیگه اصلا چشام میبندم، مثلا هیچ کاری ندارم، دقت میکنی برای همه دیتا. خب چی به من میده؟ 4 تا به من میده برای همه، یعنی برای 150 تا. دیگه کلاس بندی هم نکردم، دقت میکنه دیگه، چون اون نقطه وسطی است، نقطه ثقل است که در موردش صحبت کردیم. خب حالا اونو که داریم، باید فاصله هر میانگین هر وکتوری رو با اون حساب بکنیم. خب چی قراره به ما بده؟ بعد یک ماتریس 4 در 4 دوباره به ما بده. چرا؟ الان بهتون میگم. ببینید شما CL1 انتخاب میکنید، تعداد این اون n است. برگردم روی صفحه. این برای هر کلاس باید n رو به دست می آوردی که ضرب میکرد. من دارم از همین فرمولاسیون جلو میرم، هیچ کار تازه ای نیست. خب اوکی. پس n رو به دست میاری. دارم میگم مثلا n، در واقع اینم یه تریکیه که میتونی بزنی دیگه. این یه لاجیکاله. خب y مساوی با CL همه اون چیزایی که برابر با
این کلاس خاص هستن برابر با یک میشن، بقیه صفر میشن، بعد سام اونا تعداد رو بهتون میده. یه کار دیگه که میتونید تو کنید، حالا اگه از این تریک هم خوشتون نمیاد، میتونید لنث مثلا چه میدونم مثلا آره دیگه، مثلا لنث فایند y مساوی با CL رو به دست بیارید، مثلا تعداد اونایی که مثلا پیدا بکنه اولین رو و بعد تعداد، ولی خب این سریع تره. اوکی، خب پس این تعداد، خب پس تعداد از فرمولاسیونشون هم داشتیم دیگه، تعداد ضرب داره میانگین هر کلاس که 4 تا مقدار داره دیگه، درسته؟ یعنی این الان 4 مقدار است. خب منهای اوورال مین، هر کدوم از اونها باید منهای اوورال مینمون هم 4 تا بود، باز نباید منهای هم دیگه بشه. نیت یا همچین حالتی ضرب داره خودش در واقع به نوعی که ما ببینیم میانگین ها نسبت به هم دیگه هم چه فضایی داره. این یه میتریکس تولید میکنه، یعنی ما یک وکتور 4 در 1 رو در یک وکتور 1 در 4 کردیم که یک ماتریس 4 در 4 به همون میده. امیدوارم این چیزها تا الان یادتون باشه دیگه. خب این هم حساب میکنم، پس من یه اس بی دارم، یه اس دبلیو دارم. خیلی خوب، آیگن دیکامپوزیشن هم که دستور آیگ مثلا راحت. خب دستور آیگ چیه؟ من اول باید اینورس این اس دبلیو رو بگیرم ضرب در اس بی. خب اس بی که سر جای خودشه، برای اینورس از پنروز اینورس استفاده میکنم. اگه نمیدونید این چیه مسئله نیست، ولی اینو بدونید که اینورس گیری، معکوس گیری از ماتریس ها کار راحتی هم نیست، کار تریویالی نیست. و در واقع من اینجا از این استفاده کردم. تو مطلب تریک دیگه ای که میتونید انجام بدید اینه که SW رو با بک اسلش اینجوری در واقع تقسیم بر SB بکنید. این دقیقا همینه، این دوتا برابرن. اگه اینو به مطلب بدید، مطلب متوجه میشه که بعد اول پی اینورس اینو حساب بکنه، ضرب در دومی بکنه. ولی من برای که دیگه بر اساس فرمولاسیون بریم جلو و قاطی هم شما نکنید، اینو گذاشتم. پس اینورس SW رو در SB میکنید. خب و آیگن دیکامپوزیشن هاشو انجام میدیم. آیگن دیکامپوزیشن به ما چی میداد؟ دیگه باید خاطرمون باشه، آیگن وکتورها و آیگن ولیو ها. خب آیگن ولیو ها رو میتونم پلات بکنم اگه دوست دارم و نگاهشون بکنم. خب م، یه اشکالی وجود داره، شما نمیبینید، من دارم میبینم. بذار ببینم اشکالش چیه که حلش بکنم بعد. آها، به خاطر که چیز شده. اوکی. آه. خب میبینید که در واقع روی یک پروجکشن من بعد بتونم در واقع اون چیزی که ماکسیمیزیشنی که میخوام رو بگیرم، که حالا نشونتون میدم که این اتفاق میفته. یعنی الان پلات میکنیم داده رو و میبینیم که این اتفاق در واقع میفته. خب اینو پس داشته باشین. ما چرا 4 تا کامپوننت داریم؟ خب به خاطر اینکه 4 تا فیچر داشتیم دیگه. کوبرنس ماتریکس هم 4 در 4 بود. خب این قسمت ریل رو هم بچه‌ها، من این نکته رو بگم چون شاید توضیح ندادم. اینجا مقادیر میبینید که اعداد مختلفه، درسته؟ به خاطر اینکه ما قبلا باز میگم تو کلاس داینامیکال سیستمز کار کردیم که آیگن دیکامپوزیشن میتونه به شما آیگن ولیو های ریل بده یا میتونه مختلط بده. خب خیلی این نکته رو بگم، خیلی در مبحث LDA روی این آیگن ولیو ها تمرکز نمیشه، یعنی کسی نمیاد آیگن ولیو هاشو نگاه بکنه. خب گاهی اوقات اینترپرتبل ممکنه نباشه خیلی دقیق. من فقط خواستم نگاه بکنم برای اینکه این حذف بکنید، یعنی این قسمت مختلط بردارید که اکثرا هم صفره میبینید، ولی خب چون اعداد مختلط بد رسم کرد، میزنید ریل. اگه من این ریل اینو بزنم، بعد قسمت واقعی اعداد رو من میده که ایناست. خب یعنی در واقع یکی از چیزها 99 و درصد دیتا رو داره، بیشتر حتی بیشتر رو داره توضیح میده، بقیه تقریبا چیزی نیستن. خب
مجموع اینا هم باید بشه یک، که میشه اینا چون اعداد الان نشونتون نمیده. یعنی مثلا الان من فکر کنم فرمت لانگ بعد بزنم بزنم یه عدد خیلی میبینیم یه عدد خیلی خیلی کوچیکه، هست صفر نیست، فقط شما نمیبینید. فرمت لانگ بزنید بهتون نشون میده. فرمت شد اوکی. نه از چیز ما حالا کاری به اون قسمت خیلی نداریم. سورت میکنیم چون اگه گفتیم به صورت خود به خودی سورت نمیکنه برای ما و ممکنه که لزوما کامپوننت اولتون بیشتری مقدار رو هم توضیح نده، ولی چون کامپوننت اول رو لازم داریم میخواد. خب پس سورت میکنیم. حالا تو مثال ما اینجوری بود که انجام شده بود، ولی بست پرکتیس رو دارم بهتون میگم. اینه که سورت اگر از روی پی سی استفاده بکنیم که اینجا نباید بکنی، ولی اگر از روی پی سی استفاده کنی یادمون مثلا این کارو میکرد اما لازم نبود که انجام بده. خب اینم انجام شد. حالا داده رو باید پروجکت بکنم. دقت بکن، داده رو باید پروجکت بکنم به چیز، به در واقع اون اسپیس جدید. پروجکشن یعنی چی؟ یعنی ضرب بکنم این چیزی که پیدا کردم رو در این اسپیس جدیدی که پیدا کردم رو در دیتای خودم. خب آیگن وکتورها رو قبول میکنم. مثلا دو تا رو قبول میکنم بخاطر اینکه میخوام توی فضای دو بعدی براتون رسم میکنم که ببینید. ولی فکر میکنم یکی هم قبول میکردم، یعنی یکی هم اینجا میذاشتم فرقی نمیکرد، فقط روی خط باید رسم میشد. دوتا رو فعلا گذاشتم که روی فضا ببینید. پروجکت دیتا خب ضرب دیگه، W رو داریم، X هم که دیتامون بود. X الان سایزش همیشه سایز ها رو برای چیز چک میکنیم. X سایزش 150 در 4 و بعد همون هم مونده باشه. این هم بعد 4 در یه عددی باشه که میشه 4 در 4 دیگه، درسته؟ 4 در عذر 2، به خاطر اینکه من دو تا رو انتخاب کردم. اصل قضیه باید 4 در 4 باشه آیگن ها، و من دو تا از اینا رو انتخاب کردم که ضرب میکنم، پروجکت دیتا میکنم. خب داده رو پروجکت. حالا اسکتر پلات این دیتا رو رسم میکنم که شما ببینید. خب دقت بکنید که الان بهترین فضایی که برای من پیدا کرده این فضا هستش. یعنی شما الان به صورت خطی میتونید اصلا جدا، گروه قرمز که کاملا به صورت خطی از دو گروه دیگه جدا میشه، گروه خطی که کاملا جداست. خب دو گروه آبی باز هم تا حد خیلی خوبی سپربل هستن. دو گروه آبی و سبز، هرچند که خطا دارن. یعنی من یعنی بهترین خطی هم که پیدا بکنه تا حالا مثلا چنین خطی باشه خطا دارم ها. یعنی مثلا من اگه این خط رو بکشم، این خط چی داره میگه؟ داره میگه هرچی این ور خط سبز مثلا هرچی اون ور خط آبی. و قطعا خطا دارم دیگه، مثلا این سبز آبی میشه، این سبز آبی میشه، این سبز آبی میشه، ولی چاره ای ندارم. خب یعنی این بهترین کاریه که مثلا میتونم الان انجام بدم، درسته؟ و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که دارم میگم دقت بکنید چون ما الان کاری که کردیم اینه که پروجکشن فقط انجام دادیم. برای کلاسیفیکیشن معمولا شما باید یه لینیر کلاسیفیکیشنی در واقع ایجاد بکنی. میگم خط رو مثلا بکشی، اون خط رو بکشی که خب خط رو که نمیکشی، تو باید یه یک کلاسیفایر درست حسابی استفاده بکنی. ما فقط الان بهترین اکسیسی رو پیدا کردیم که تو اون فضا بتونیم کلاسیفیکیشن انجام بشه. مثلا یه کلاسیفایر چیه؟ مثلا یه کلاسیفایر مثل کیمینز، درسته که بر اساس میانگین دیتا و واریانسشون اینها اینا رو از هم جدا میکنه. مثلا من اگه این اکسیس جدید رو بدم الان به کی مینز به جای اون قبلیه، درسته؟ یعنی به جای اصل داده فضای X الان فضای جدید رو بدم و بگم سه تا کلاس هم بیشتر نداشتم، ببینیم که اون چی میده. خب اه، یه اشتباه نکنم بکنم مثلا همین جواب بده. حالا اگه این جواب نداد چک میکنم چون یادم رفته کی مینز دقیقاً کی مینز. اوکی اینم میتونم چیز بکنم. کی مینز لیبلز دقت بکنید اگه من الان کی مینز روی انجام بدم که یه کلاسیفیکیشن الگوریتم هستش، بعد چیکار بکنه؟ بعد 150 تا مقدار به من بده و برای هر کدوم از اون مقادیر بعد به من یه عددی بده دیگه، درسته؟ خب حالا بریم دوباره اون رو رسم بکنیم. اینو یه بار رسم بکنم که داشته باشم که برای مقایسه بهتون نشون بدم.
و بعد حالا دوباره یه پلات دیگه رسم بکنم و لیبل های کیمینز رو بهش بدم. چه اسپیسیز. خب. یه چیز جالب میخوام نشونتون. اینو متوجه بشید که چقدر اوضاع میتونه خراب باشه. خب شما الان چیز دارید. اه، بذار یه کاری باید بکنم. میترسم که به خاطر که ریل کرده باشم اینا دقت داده از بین رفته باشه. بذارید من ببینم که خب یه چیزی نشونتون بدم که ببینید که کلاسیفیکیشن خودش هم چقدر مهمه. ببینید ما الان این چیز اصلیه بود دیگه، درست؟ این دیتا ست اصلیه، فقط برای که دوباره نشونتون بدم و این نکته خیلی مهمیه میخوام اشاره بکنم. این داده اصلیه، درسته؟ و شما چشمی مثلا برای خود میگه این باید قابل سپریشن باشه دیگه، درسته؟ اما اگه یه کلاسیفیکیشن الگوریتم نادرست انتخاب بکنی برای این نوع داده، ما بچه‌ها این مجموعه کلاس هم کلاسیفیکیشن نیست، خب؟ ولی اگه مثال بزنم، خب خیلی از ما شاید کار بکنیم و دوست داشته باشیم کار بکنیم، اساتید میگم بریم انجام بدیم. اگه یه کلاسیفیکیشن نادرست انتخاب بکنی چه اتفاقی میفته؟ این میشه یه کلاسیفیکیشن نادرست. ببین اینا لیبل های واقعی دیتاست. خب به رنگ ها دقت نکنید ها، به تفکیک ها دقت بکنید. رنگ ها خیلی مهم نیست، مثلا الان جای آبی و قرمز عوض شده. فقط نگاه بکنید که چه چیزهای با همدیگه گروپ شدن. خب این گروپ شده تو این فضای جدید کیمینز هم این گروپ شده، یعنی آبیار که گفتم کامل از همدیگه میتونه جدا بکنه. اما اینو دقت بکنید، در واقع سپریشن لاینی که برای این دوتا انتخاب کرده اینه که از همدیگه جداشون بکنه. شما اینو نگاه بکنید حالا، هیچ ربطی به همدیگه نداره. لازم نیست از کی مینز استفاده بکنید، ما کلاسیفایرهای بهتری هم داریم، خیلی کلاسیفایرهای بهتری هم داریم که برای دیتا ست مشخص. ولی اینو می‌خواستم نشونتون بدم که لزوما چون شما بهترین اکسیس ها رو پیدا کردید که چشمی اینا قابل جدا شدن هستن، به این معنی نیست که کلاسیفایر شما هر کلاسیفایر استفاده بکنید دیگه جواب میده. خب بعد کلاسیفایر درست رو هم استفاده بکنید. ولی کلاسیفایرهای درست برای هر دیتا ست باز متفاوت خواهد بود. ممکنه که مثلا اسپکترال کلاسترینگ باشه، ممکنه کی مینز باشه، ممکنه روش دیگه، ممکنه مثلا گاوشیان میکسچر مدل ها باشن، درسته؟ حالا اگه فرصت بشه یه کلاس در مورد کلاسیفیکیشن هم میذارم. و این نکته بود که میخواستم بگم، پیدا کردن اکسیس های دیکودینگ رو نباید با اصل کلاسیفیکیشن در واقع چیز کرد، اشتباه گرفت. هرچند که البته ما الگوریتم هایی داریم که روی خود فیشر در واقع فیشر لینیر دیسکریمنت انالیسیس رو به عنوان کلاسیفایر استفاده میکنه که اینجا مسئله ما نیست، یعنی مشکلی از اون جنبه اون مشکل رو حل نمیخوایم بکنیم. خب این چیزی که داریم اکسیس هاست. حالا بیاید یه کار دیگه هم بکنم و دقت هم بکنید که ما الان از یه فضای 4 بعدی دادا رو آوردیم از توی فضای 2 بعدی. خب و داریم استفاده میکنیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که ممکنه که ما حتی از این هم بتونیم بهتر کار بکنیم. خب بازم میگم توضیح نمیدم، بعد به صورت جزئی اشاره میکنم. ما الان 4 تا فیچر داشتیم دیگه، درسته؟ از کجا معلوم همه این فیچرها به درد کلاسیفیکیشن میخورن؟ شاید برخی از این فیچرها اصلا مخرب باشن، یعنی واریانس مثلا از اضافی وارد دیتا میکنه، بعد مثلا اصلا بین سابجکت های مثلا چه سرطانی و نرمال اصلا تفاوتی نداره، اصلا به هم میریزه. اینجا اونجاییه که بهش میگن در واقع باید فرآیند فیچر سلکشن انجام بدی. یعنی تو اگه یک مثلا مجموعه انتای فیچر داری، به این معنی نیست که همین انتا هم باید بدی به لینیر دیسکریمنت انالیسیس که باید مثلا برات اکسیس ها رو پیدا بکنه. قبل از اون حتی میتونی فیچر انتخاب بکنی. مثلا شاید تو بگی آقا یه سری فیچرهایی این اصلا تفاوتی با هم دیگه ندارن، خب من چرا باید مثلا روی اینها وقت بذارم و کار بکنم؟ یکی از کارهایی که مثلا میتونید بکنید اینه که دیستریبیوشن دیتا رو رسم بکنید، دیستریبیوشن فیچرهای مختلف رو برای کلاس های مختلف. مثلا چه جوری؟ حالا برای یک فیچر نشون بدم این رو که دیستریبیوشنش رو رسم بکنید. شما دیتامون x بود، x درسته، لیبلامون هم که y بود. شما مثلا هیستوگرامه
اینا رو میتونید رسم کنید. هیستوگرام اول مثلا x هایی که y مساوی است با یک و فیچر اول، برای فیچر اول رسم میکنم. میخوام یه چیزی نشونتون بدم. نورمالیزیشن هم میذاریم رو probability. خب و فیگر. بعد اینو هولد میکنیم برای همه. حالا میتونید توی فور لوپ بنویسید که قشنگتر و بهتر باشه و من دیگه وقت نمیخوام خیلی بذارم، همینجوری میزنم. خب پس میخوام چیکار بکنم؟ میخوام هیستوگرام سمپل های مربوط به فیچر یک رو برای کلاس های مختلف رسم کنم. بذارید یه کار دیگه هم بکنم. مثلا اینجا بذارم 20 تا. تعداد بین ها رو دارم عوض میکنم. اوکی. شما اینو نگاه بکنید، این فیچر رو. خب دیستریبیوشن ها رو نگاه بکنید. یکی از دیستریبیوشن ها خب خیلی پایینه، یعنی باعث سپریشن مثلا این مجموعه آبی ممکنه از این مجموعه قرمز و حالا در واقع نارنجی و زرد بشه. ولی آیا بهترین فیچره؟ آیا فیچر خوبی رو من انتخاب کردم؟ نه، به خاطر که اوورلپ زیادی وجود داره. خیلی الان اوورلپ وجود داره بین مثلا نارنجیه و زرده. حالا این یک بعده ها، نباید سریع تصمیم بگیری، چون تو همین بعد الان آبیه از اونهای دیگه جدا میشه. میتونی یه فیچر دیگر رو رسم کنی، نگاه بکنی. یعنی مثلا فیچر دوم دقت بکنید که چون ممکنه شما اصلا وریبل های خوبی رو ثبت نکرده باشید. یعنی ممکنه که اصلا وریبل های ثبت کردید خوب نیستن. یعنی ممکنه ما هر چهار تا اینا رو رسم بکنیم و سپریشن ببینیم. باز دوباره دقت بکنید این یه نکته دیگه هم دقت کنید که ممکنه رنگ ها الان جابجا بشه. این آبی که مثلا یه گروه ممکنه اون گروه قبلی چرا هست هیچ. اینجا رنگ ها، چون من خودم دارم اینجا رنگ ها رو میدم. اینجا رنگ ها یکی. باز دوباره اینجا آبی جدا میشه. این آبی احتمالا اون گروه پایینیه بود که جدا پذیر بود، کلا خیلی قشنگ داشت جدا میشد. ولی الان باز دیستریبیوشن دو رو گذاشتم دیگه. فیچر دوم برای همینا نگاه بکنه، باز دوباره بین این زرده و نارنجی اوورلپ وجود داره. خب یعنی سپریبیلیتیشون واقعا مشکله. سومی و چهارمی رو هم رسم بکنیم. اینا واقعا ما اصلا فیچری داریم که حداقل اون دو تا از هم دیگه به صورت راحتی جدا بشن. آره ببین مثلا اینو نگاه بکنید. این فیچر سوم توش اینجا این کاملا جداست. این اون قسمت میانگین و واریانس ها، این میانگینش کاملا مجزاست. این دوتا کمی اوورلپ دارن ولی تو این فیچر خیلی بهترن. شما حالا نارنجا رو خیلی جدا تر میبینید از زردا. خب پس فیچر سه فیچر خوبیه. فیچر سه تا الان به عنوان یک دونه فیچر، یک دایمنشن، بهترین فیچریه که اگه مثلا میگفت آقا من نمیخوام LDA استفاده کنم، من نمیخوام دایمنشنالیتی ریداکشن روی 4 تا متغیر انجام بدم، بر اساس یک دونه از فیچرها میخوام مثلا کلاسیفیکیشن انجام بدم، باید فیچر 3 رو تا اینجا انتخاب میکردی. حالا فیچر 4 رو ببینیم. فیچر 4 هم خوبه. فیچر 4 دوباره این کاملا جداست و نارنجی چیزام جداست. یعنی اگر در واقع من LDA انجام نمیدادم، خوب دقت بکنید، به جاش فیچر سلکشن انجام میدادم. چون من LDA انجام دادم که تعداد ابعاد کمتری نسبت به تعداد متغیران بگیرم و تو اون ابعاد پایینتر در واقع بتونم کلاسیفیکیشن انجام بدم بر مبنای اون پروجکشنه. خب اوکی، من 4 تا متغیر داشتم، 1 و 2 که گفتم اصلا به درد نمیخورن، 3 و 4 بودن به درد میخورن دیگه. خب اصلا 3 و 4 رو انتخاب بکنم. 3 و 4 و اسپیسیز بذارم. اینه، این فضای 3 و 4. باز دوباره یکی از گروه ها کاملا سپربله. باشه من LDA رو پاک کنم الان. این LDA نیست، این وریبل 3 و وریبل 4. حالا من نمیدونم اسمش چیه. این هم نیستم فیچر سلکشن. خب این نکته رو میخوام بگم که همیشه شما برای کلاسیفیکیشن لازم ندارید که دیتا پروجکشن انجام بدید. گاهی اوقات فضای اصلی دیتای شما ممکن خیلی فضای خوبی باشه و ممکن این فضا خیلی فضای بهتری باشه. الان من اگه اینو به کی مینز بدم، این ستا رو میبینید دیگه، ببینیم کی مینز بهمون چی میده. تو فضای قبلی خب دیدیم چی میده، کانفیوژن وجود داشت کلا بین دو تا از گروه ها. تو فضای LDA دوباره ای کی مینز رو بیارم پایین بذارم، ولی اینجا خود X رو بدم اصلا و X همه سمپل ها فیچر 3 و 4 و اینجا هم X و اینجا هم فلان.
خب من اشتباه نکرده باشم. یه اشتباهی کردم. چرا؟ کجا رو اشتباه کردم؟ این که میگم اشتباه کردم به خاطر که این فضای اصلی بود که فیچر سلکشن بود. این دادا دیتا پوینت عوض شده. جای اینا نباید عوض بشه. حالا سوالم اینه که آها، مشخصه چی رو اشتباه کرد. 3 و 4. باز آل میکنم از نو این بسار است. خب ببینید چقدر کیمینز بهتر انجام داد. دقت کنید، بازم توجه کنید، رنگ ها رو دقت نکنید، کلاسترینگ رو دقت کنید. الان یکی از گروه کاملا جدا شده. این فضای کیمینز، این فضای اصلی دیتا بود. این در واقع اون گراوند تروث ما بود، اون لیبل های اصلی بود که مثلا من میدونم از چه گلی چی گرفتم. به کیمینز من لیبل ها رو ندادم. دقت بکن، من وای به کیمینز ندادم. من از فضای دیتا استفاده کردم برای جدا سازی. خب و چقدر راحت داره جدا میکنه. یعنی گاهی اوقات این نکته بود که اولم گفتم، همواره دیتا پروجکشن به شما کمک نمیکنه. گاهی اوقات شکسته. البته بستگی به کامبینیشن اینها هم داره. یعنی من مثلا LDA انجام بدم با کیمین شاید جواب نده، ولی اتفاقا LDA انجام بدم با اسپکترال کلاسترینگ بهترین عملکرد رو میده. یعنی از کیمینز با فیچر سلکشن عملکرد بهتری به من میده. ولی نکته اساسی اینه که دیتاتون اول نگاه بکنید. لازم نیست همیشه روش های فنسی اول ما بریم استفاده بکنیم. اول دیتا رو نگاه بکن، چک بکن، اینستاگراماشو بکش و بعد ببین که به چی میتونی برسی. خب حالا یه سال نهایی رو پاسخ بدم و بعد بریم جلو. یه سال شاید این باشه که آقا ما اگر که این لیبل ها رو داریم، چرا میریم کلاسیفیکیشن انجام میدیم؟ من که میدونم اینا چی ان دیگه، چرا میرم کلاسیفیکیشن انجام میدم؟ به دو دلیل. یک، دلیل اول، فرض بکنید که شما میخواید یک راهکار درمانی ارائه بکنید برای افراد سرطانی، یا یک راهکار شناسایی. مثلا میخواید بگید چه ژنهایی، معمولا میگن دایگنوستیک هستند، شناساننده هستند برای تشخیص سرطان. خب چجوری از لحاظ یک ریسرچ پروگرام چجوری میتونید چنین چیزی رو پیدا بکنید؟ میتونی اینجوری مسئله رو مطرح بکنی. میتونی بگی آقا اگر اطلاعاتی در ژنهای مثلا X1 تا X3 وجود داشته باشه که شناساگر باشه، من باید در فضای این ژنها بتونم افراد سرطانی از افراد نرمال با یک ریلایبیلیتی، با یک در واقع اعتماد درجه اطمینان بالا اینها رو اصلا جدا بکنم. میای تست میکنی با رویکردهای مختلف، حالا میگم با پروجکشن های مختلف، با مثلا کلاسیفایر های مختلف، و بعد میگی که آیا بله میشه جدا کرد و یا نه نمیشه جدا کرد. این ژن ها به درد نمیخوره برای شناسایی افراد سرطانی. پس یک، اصلا شناسایی اون فیچرهاییه که بتونی کاری که تو میخوای رو انجام بده. درسته؟ من که نمیدونم مثلا کلی ژن ما داریم، من که نمیدونم کدوم ژن در افراد سرطانی دچار مشکل میشه. این یک ریسرچ پروگرام میتونه باشه که چنین کاری رو انجام بده. یا مثلا تو یک ناحیه‌ای رو نمیدونی در چی کاری دخیله. یه ناحیه مغزی به چه استیمولوسی مثلا پاسخ میده. درسته؟ مثلا سالیان گذشته ممکنه مثلا شما شنیده باشید، حتی کتابای تکست بوک نوروساینس خونده باشید، که مثلا ناحیه V4 به رنگ پاسخ میده، ناحیه مثلا MT به مثلا حرکت و سرعت و اینها، سرعت استیمولوس ها در صفحه پاسخ میده. خب ما اینا از کجا فهمیدیم؟ اینجوری فهمیدی که تو میای مثلا دارم میگم رنگ متغیرات و رنگ مثلا استیمولوسات رو در فضا عوض میکنی، به عنوان یه فیچر دیگه، رنگ فیچر عوض میکنی. بعد میای میپرسی که آیا من میتونم بر اساس پاپولیشن اکتیویتی ناحیه امتی رنگ‌ها رو از هم دیگه جدا بکنم؟ پاسخ یا بله است یا غیره. اگر بله است یعنی اینفورمیشنی وجود داره در اون پاپولیشن که میتونه رنگ رو به تو بده، شناساگر رنگ باشه. اگر نمیتونی یا در رده شانس وجود داره، اینجوری که نه، امتی حداقل با این الگوریتمایی که ما استفاده کردیم نشون داده نمیشه که امتی دخالتی در تشخیص رنگ داره. اما مثلا سرعت رو عوض میکنی، اونم یه فیچر دیگه، سرعت رو عوض میکنی، میتونم دیکود بکنم سرعت. پس این مسئله دیکودابیلیتی ارتباط داره اصلا با اون تشخیص فضای فیچرها و توضیح عملکرد یک پدیده. مسئله دوم پردیکشنه. درسته؟
تو اگر بتونی چنین کاری انجام بدی، اون وقت مثلا دارم میگم ممکنه که ما یک مجموعه آدمی داشته باشیم که سرطانی ان، مجموعه آدمایی داشته باشیم که نرمالن. خب اوکی، اینا رو من میدونم، اما من شاید بخوام که پیش بینی بکنم که یه فردی سرطانی خواهد شد یا نه. یعنی من هنوز نمیدونم سرطان داره یا نه. یک نمونه اومده، خب ما خیلی از این نمونه ها داریم دیگه. فرد میره به دکتر، یه سری متغیرهایی رو هم به دکتر میده، مثلا داده توالی ژنیشو به دکتر میده، به دکتر میگه آقا من سرطان دارم یا نه به نظرشون، یا سرطان خواهم گرفت یا نه. ما که هنوز نمیدونیم این فرد خاص سرطان داره یا نه. میام میگم اوکی، من یه مدلی دارم که مثلا مدل پروژکشن من به LDA و مثلا یک کلاسیفایر مشخصی که این مدل روی چی ترین شده؟ روی نمونه هایی که من گراوند تروتش رو داشتم، یعنی میدونستم سرطانی یا نرمال. بعد میام میگم آقا بذار من ببینم داده شما، این مورد شما کجای اینجا قرار میگیره. مثلا یه داده برمیدارم ببینم آقا این داده نزدیک به این هاست و میگم خب اینا افراد سرطانی بودن و به فرد میگم که شما مثلا با چنین کانفیدنس اینتروالی سرطان خواهی گرفت یا سرطان داری هست. یعنی پیش بینی. پس شناسایی بود و توضیح و بعد پیش بینی. مسئله ما پس این نیست که من اینا رو دارم پس چرا دارم کلاسیفیکیشن انجام میدم. مسئله اینه که من میتوانم یا نه، و اگه میتوانم بعدا مثلا برای پردیکشن ازش استفاده بکنم. خب این بحث LDA رو تا اینجای کار به اتمام میبره از نظر پروگرامینگ و در واقع مثال مطلب. رویکردهای متفاوت، اکستنشن های متفاوتی هم از LDA بیرون اومده که ممکنه مثلا این اکستنشن ها برای شما بهتر کار بکنه و روش پیچیده تری هستن که خب حالا در واقع شما میتونید استفاده بکنید. حالا من یک پاز میدم که ببینم آیا سوالی وجود داره یا نه و بعد تصمیم بگیریم که ادامه میدیم این جلسه رو یا یا نه. خب یکی دو تا اسلاید دیگر کار بکنیم جلسه رو پیش ببریم. یکی از نکاتی که میخواستم بگم که ابتدای جلسه اشاره کردم اینه که LDA با اینکه روشی که خیلی در حوزه‌های علوم اعصاب و زیستی استفاده میشه، ولی لزوما ضمانت کننده این نیست که به شما بهترین کلاسیفیکیشن اکسیس رو بده. به خصوص زمانی که تعداد ابزرویشن ها به تعداد فیچر ها در واقع کم باشه، تعداد سمپل ها به تعداد فیچر ها، LDA میتونه دچار مشکل بشه و اتفاقا PCA تون شرایط خیلی بهتر میتونه عمل کنه. حالا من وارد جزئیات نمیشم، ولی مقالهشو گذاشتم، این سال 2000 بوده، مقالهشو گذاشتم، ولی روش شکل کامل میشه دید که اگر شما تعداد سمپل های کمی داشته باشید و نسبت به فیچر، مثلا دو تا سمپل داری و دو تا فیچر، اگه LDA بزنی مثل همین مثالی که الان گذاشتم، دقت بکن شما دو تا گروه داشتی ولی از این دو تا گروه متاسفانه فقط دو تا سمپل تونستی جدا بکنی، ریکورد بکنی، و دو تا سمپل هم از این، و روش LDA بزنی. اگه LDA بزنی، LDA به شما این اکسیس رو پیشنهاد میکنه و PCA به شما در واقع این اکسیس رو پیشنهاد میکنه. مشکلی که وجود داره اینه که فرض بکنید که اوکی من الان LDA بزنم روی این، خب اگه روی این LDA بزنم تو این فضا ممکنه که بگید خب این دو تا رو که اصلا دیگه جدا میکنه، آره، ولی اگه بیشتر دیتا اضافه بکنی، برای اون بحث پردیکشن و اینها که مثلا گفتم، خب اگه بیشتر دیتا وارد بکنی این فضا رو کاملا کنفیوز میکنه. بخاطر این خط رو نگاه کنید کجا کشیده. یعنی اگه مثلا من الان یه دیتا اینجا داشته باشم از این فضای صورتیه احیانا، یا یه دیتا از اینجا وارد بشه، پروجکشن اینها کاملا رو هم دیگه میاد. یعنی وقتی که شما اسپارس سامپلینگ دارید، خب مدلی که بهتون میده ممکنه که ریلایبل نباشه که بتونه جنرالایز بکنه به سیچویشن های جدید. در صورتی اگه من PCA میزدم رو با همین دیتا کما، با همین دو تا دیتا PCA میزدم رو دیتا، این فرست اکسیس منه، درسته، این PCA. خب و پروجکشن دیتا هم در واقع میفته روش و برای اون جنرالایزیشنه. خب این فرست پرینسیپل خیلی بهتر از لینیر اکسیسه، بخاطر اینکه من پروجکت بکنم میزان اوورلپ صفر نیست ولی خیلی کمتره مثلا زمانی که من روی این LDA پروجکت کرده باشم. حرف که میخوایم بزنیم اینه که در دنیای دیتا ساینس این که تو چه الگوریتمی رو انتخاب میکنی فقط بر مبنای این نیست که اون الگوریتم به تو گفته که من چه کار میتونم انجام بدم. تو باید اول ببینی که چه تعداد دیتا داری، دیستریبیوشن اون دیتا چه جوری نسبت به هم دیگه، مثلا در این کلاسیفیکیشن پرابلمی که حالا ما داریم، و در چه فضایی داری کار میکنی تا بتونی انتخاب بکنی چه الگوریتمی میخوای بزنی. اوکی؟
یعنی کاملا باید متناسب با دیتای خودت انتخاب بکنی این الگوریتم ها رو. خب این یه مسئله نهایی هم، حالا اسلاید نهایی درباره اسامپشن های LDA هستش. اینه که خب بزرگترین اسامپشن LDA اینه که دیتا ها باید نورمالی دیستریبیوتد باشن، که خب این اسامپشن بسیاری از رویکردها هستش، غیر از مثلا رویکرد ایندیپندنت کامپوننت انالیسیس که اصلا توضیح دادیم، گفتم اصلا باید نان گاوشیان باشن اتفاقا، ولی خب بسیاری از جاها این اسامپشن وجود داره. درسته؟ فیچر هایی که شما دارید باید استاتستیکلی ایندیپندنت باشن. یعنی اگر مثلا من دارم دو تا مثلا در مورد گیاهانی که حالا مثالش رو کار کردیم، مثلا طول ساقه طول گلبرگ مثلا باید مستقل باشه با اون دو تا چیز، و من باید آیدنتیکال کوورنس ماتریکس داشته باشم برای هر کلاس. به چه معنی آیدنتیکال که اینجا داره میگه؟ از لحاظ استراکچر، نه مقادیر. آیدنتیکال منظور همونیه که گفتم تعداد فیچرها برابر باشن. یعنی شما اگر که مثلا میسینگ دیتا داشته باشید، خب یعنی برای یک از گروه ها یک از فیچرها نداشته باشید، کاری که میتونید بکنید یا اینه که اون فیچری که ندارید برای همه گروه ها حذف بکنید، بگید خب این دیگه نمیتونم، دیگه ندارمش، یا هم این که برای اون گروهی که ندارید اون فیچر رو به دست بیارید. راه دیگه نیست. خب و بحث‌های دیگه این که تا حد خوبی نسبت به بسیاری از این اسامپشن ها ممکنه که روباست باشه. وقتی میگیم روباست یعنی اگه این اسامپشن ها رعایت نشه، همچنان ممکنه که این متد خوبی باشه و درست عمل بکنه. و اینجا هم حالا نوشتم که اگر که مثلا نورمالیتی تا حدی مثلا وایلیتد بشه، یا مثلا کوورنس میتریکس اون ساختاری که ما می‌خوایم نداشته باشه از لحاظ مقداری و سپربیلیتی، ممکنه همچنان LDA بتونه بهتون مقادیر خوبی رو بده. من این جلسه رو تمام میکنم با این قضیه. حالا جلسه بعدی درباره the structure of correlations, latent spacing and information processing صحبت خواهم کرد که فرداست. و آره میریم سراغ پرسش هایی که باقی مونده از این جلسه. تا درود دیگر، بدرود.